به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. و دعا و درود بر حضرت پیامبر گرامی اسلام. الله را سپاسگزارم که باز هم در خدمت شما قرار داریم. امروز در اطراف محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم کوتاهاً یک قصه رو خواهیم کرد. این هم قصه یکی از عالم هاست که خیلی سوز و محبت بر پیامبر گرامی اسلام عزیز داشتند. این عالم پیش از مرگش به سوی خداوند دعا میکردند که خداوند او را در مدینه منوره وفاتش را نصیب بگرداند و الله مهربان این دعای این عالم را قبول کرد و این نفر در مدینه منوره از دنیا گذشتند و در همان قبرستانی که جنت البقیع نام دارد در نزد مسجد پیامبر گرامی اسلام در مدینه اونجا دفن کرده شده. این عالم در یکی از مجلس ها وقتی او را میخوانند که بیاید و در اطراف حیات پیامبر گرامی اسلام، سیرت پیامبر گرامی اسلام صحبت داشته باشد، این عالم حاضر می شود و در همان کرسی که آماده کرده بودند اونجا می نشیند و می خواهد از پیامبر گرامی اسلام صحبت کند، اما چند لحظه انتظار می شود و از چشمانش آب دیده جاری می شود و همان تالار را، همان مجلسگاه را ترک می سازد و نفرانی که اونجا اشتراک داشتند از مردم چنان یک تأثیر از این آب دیده عالم می گیرند که حتی از گفتار و از حدیث هایی که گفته می شود زیادتر تأثیر به خود می گیرند و بعد از این عالم پرسان می شوند که این آب دیده سببش در چی بود که اینقدر شما نتوانستید آب دیده خود را باز بدارید. این عالم می گوید که زمان من بالای کرسی نشستم از خود یک پرسان شدم که ای فلانی مقدار و فضیلت و قیمت تو کجاست، مرتبه تو کجاست و مرتبه پیامبر گرامی اسلام کجاست و خود را نزد پیامبر گرامی اسلام خیلی کم دیدم، خیلی خرد دیدم و نتوانستم که از نام پیامبر گرامی اسلام از حیات او با شما چیزی گفته باشم، زیرا پیامبر گرامی اسلام الله مهربان جل جلاله در قرآن پیامبر را وصف می کند. یکی از وصفهای زیبای خداوند این است که می فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ای محمد ما تو را نآفریدیم مگر رحمت بر عالمیان. و در سوره دیگری در سوره نون خداوند وصف دیگری را برای پیامبر می کند و می فرماید و انک لعلی خلق عظیم، ای محمد تو یک اخلاق حمیده، یک اخلاق بزرگی را دارا هستی. این عالم میگوید که من دیگر نتوانستم که از نام پاک پیامبر گرامی اسلام از حیات اون با شما چیزی گفته باشم. به این خاطر یک شاعر اشاره به این دارد و میفرماید که وصف تو کی لایق این ناکس است، واصف تو خالق عالم بس است. یعنی وصف تو ای پیامبر گرامی اسلام لایق این انسان نیست که خیلی کوتاه است در زندگی، خیلی کمبودی ها دارد و واصف تو، وصف کننده تو خداوند عالم خود کفایه است که تو را وصف کرده است ای پیامبر. و این عالم چنین میگوید که از خود پرسان شدم که من در دنیا آیا همان زندگی را که پیامبر گرامی اسلام دارد اون را دارا هستم یا نه؟ پیامبر چه صدقاتی داشتند؟ پیامبر گرامی اسلام با این قرآن عظیم و شان که نازل شده بود چنان زندگی میکردند. من از خود پرسان شدم که آیا اون محبت و پیامبر در وجود تو، در قلب تو هست؟ آیا چه مقدار عبادت در تو وجود دارد تا اینکه از نام پیامبر چیزی رو گفته باشی؟ آیا چند قدر ذکر داری، چند قدر نزد خداوند شکر داری تا از نام پیامبر گرامی اسلام به مردم چیزی رسانده باشی؟ الله مهربان در دلهای ما
محبت پیامبر گرامی اسلام را جا کند و توانسته باشیم که هر چیزی که بر زبان میرانیم در عمل هم در ما دیده شود و توانسته باشیم که پیامبر را پیروی حقیقیش گشته باشیم. الله مهربان کلگی ما را از شفاعت پیامبرش روز قیامت محروم نسازد. یکایک شما را به الله منان می سپارم. خداوند همه من و شما را در حفظ و امان خودش نگهبان باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.